با سلام به همه دوستداران ولایت. در این برنامه قصد داریم به آسیب شناسی ماهواره این جنایتکار استکباری شماره 1 و سایر عوامل فریب خورده و فریب دهنده اون از قبیل تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام و خلاصه اعضای باند مخوف شبکه‌های اجتماعی بپردازیم. در این برنامه تماس هم خواهیم داشت و شما بینندگان عزیز میتونید تجارب و سوالاتتون رو مطرح کنید. در شروع از امت همیشه در صحنه عاجزانه استدعا میکنم که هر کجا ماهواره دیدید، بشقاب دیدید، دیش دیدید ببخشید حتما با 110 تماس بگیرید. خودتونم اگه بشقابی، ماهواره چیزی داشتید تشریف ببرید مسجد محل تحویل بدید، 3 تا سکه طلای بهار آزادی تحویل بگیرید. دوستان اشاره میکنن اولین تماس رو با هم دیگه بشنویم. سلام علیکم، بفرمایید. حاج آقا سلام علیکم. سلام عرض میکنم، ممنون از برنامه خوبتون. من الان در محلی هستم که انبوهی بشقاب وجود داره، یه سری جوونم رنگ و رنگ اینجان. حاج آقا یه شلوغی میگم، یه شلوغی میشنوید. من الان خودم تماس گرفتم. احسن بر شما جوان رشید ولایت مدار، عزیز دل برادر. نکو داره سوال. حاج آقا همین الان برادرها ریختن دارن بشقابا رو جمع میکنن، جاتون خالیه. شلوغ بلوغی شده، سر و صدا. طیب الله بر این برادران ارجمند. همه رو بگو جمع کنن. آقا بگو همه رو جمع بکنن. احسنت. حاج آقا داره میگه جمع کنید سریع. نه بشقابا رو فقط. حاج آقا قاشق چنگاله و دیسا بمونه یا اونا رو جمع کنن؟ قاشق چنگال چیه؟ قاشق چنگال دیگه، دیس، پارچ آب، ماسخوریا، اینا رو هم جمع کنیم یا باشه؟ شما مسخره کردی ما رو. تو بابا من شما نگفتید بشقابا رو جمع کنن؟ فکر کنم سوء تفاهم شده. جمع کن بشقاب. هر آب قطعش کن آقا قطعش کن. این تأثیر ماهواره است. تأثیر ماهواره رو شما ببینید چطور روحانیت رو اینا به سخره میگیرن. آقا ماهواره عقل رو زایل میکنه. من میگم بشقاب ماهواره، این بشقاب چلو کباب و چلو مرغ داره میگه. روایت داریم از امام راحل در کتاب تحریرة الانبی که میفرماید الذین یشاهدون الماهواره یطعمون النار فی البشقاب فی الجحنم. یعنی تو با این کارت بشقابای یه بار مصرف جهنم رو هم برای خودت پیش خرید کردی. ببین من کی گفتم آقا تماس بعدی رو بس بفرمایید. حاج آقا سلام. حاج آقا 1000 سلام به شما با این برنامه آموزنده و تاثیرگذار که واقعا زندگی بنده رو متحول کرده، خانواده من رو به این برگردونده. این ماهواره‌ای که ما داشتیم زندگی ما رو جهنم کرده بود. 2 تا کانال هم بیشتر نمیگرفتا، راحت شدیم، راحت. همین الان که شما گفتید کلش رو جمع کردم بردم مسجد محل، 3 تا سکه تحویل گرفتم. تو مسیر برگشت رفتم 3 تا سکه رو فروختم، 1 ماهواره گرفتم آکبند، 80 تا کانال رو میگیره، تصویر آینه. الان خودم راضی، خانواده راضی، بچه‌ها راضی، نشستیم داریم میبینیم صفا میکنیم. دستتون هم درد نکنه با این برنامه خوبتان. دستتون هم درد نکنه. قطع کن آقا. نمیخوام بگم الهی که خیر نبینی، خیر که نمیبینی، داری ماهواره میبینی. بعدیش اینه که این کاری که تو کردی به عقل امام هم نمیرسید که یه روایتی سرش بده. تماس بعدی، اگه تماس بعدی لطفا. حاج آقا سلام. آقا من در رابطه با فرمایشات شما مشکلی ندارم اما راستشو بخواید ماهواره اونقدر هم که شما میگید بد نیست. بستگی به این داره که شما چطوری ازش استفاده کنی. الان ما تو خونه برنامه آشپزی نگاه میکنیم، برنامه علمی نگاه میکنیم، خیلی هم خوبه، من نمیدونم اشکالش چیه. آی محترم، اگر شما زنگ زدی که اذیت کنی همین اولش بگو من اصلا به این بحث دخول نکنم. نه حاج آقا نفرمایید، این چه فرمایشیه؟ من سوالمه، مگه برنامه آشپزی چه اشکالی داره؟ اگه سوالته بهت میگم. ببین همین برنامه آشپزی یکی از سولاخ‌های نفوذ دشمنه. دشمنان نظام که از همون اول با ظاهر ضد ولایت فقیه نمیان سراغ شما، که با ظاهر آشپز میان، با ظاهر بقال میان. طرف میخواد بادمجون پوست بکنه واسه میرزا قاسمی، اولش میگه عمامه‌شو برمیداریم. این یعنی چی؟ شما خودت بگو.
میخواد یه چیزی رو تو اذهان بریزه. بعد حالا میرزا قاسمی رو درست میکنه، میرزا قاسمی رو میذاره کنار نرگسی، جعفری رو میذاره کنار ریحون. یعنی دیوار تفکیک جنسیتی رو خراب میکنه. آقا اینجوری زیرا به ولایت رو میزنن. پس شما گول نخور، ماهواره رو کلن علا کل بذار کنار. بهترین چیزو بدون عمامه رو میخوان ببرن اینها، من میدونم. تماس بعدی آقا، تماس بعدی. حاج آقا سلام، پیرو فرمایشات شما یه کانال خیلی خوب پیدا کردم، خیلی مفید، آموزنده، توش علما هم هستن. احسنت 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 بر این برادر بسیجی. حالا چی هست؟ چی اون کانالش؟ از اونجایی که علما دنبال اینن که جوانها رو جذب کنن، تو این کانال علما با لباس روحانیت اینقدر جذاب قشنگ جوانها رو جذب میکنن. پنجشنبه شبا هم هست، خیلی توپ. بله، این کانال رو که ایشون میگن بنده خودم با چشمای خودم ندیدم، اما نشون میده که ما تونستیم در عرصه جنگ رسانه‌ای پاتک خودمون رو داشته باشیم. احسنت. بله حاج آقا، همینطور که شما فرمودید علما تو این برنامه ریش به ریش نشستن، بعد میخونن، میترکونن، چه مارمولکایی میرقصن، چه رقصی تکون میدن. بیا و ببین، اسمش پیک شادیه، پیک شادی، پنجشنبه شباست. بعد سر تا پای مقام عظما رو میشورن، میبرن، آویزون میکنن. میگه عظما تو مشکلی داری، تو با این تیپت میری قوم عجب دلی داری. بزنم همچین تلفن رو تو پرت کنم تو صورتتون، تو مورتتون ها. آقا قطع کن. این امام گور به گور شده کجاست که هیچ روایتی واسه این جاها نداره؟ نمیخواد آقا دیگه تلفن. با چی تلفن شما بس میکنی؟ چی از پایگاه بسیجه؟ من نمیدونم، میزنن زنگ میزنن زیرا نمیخواد آقا جان. این بسیجی خنگول میزنه همه چیز ما رو خراب میکنه. طرف بسیجی رفته ماهواره خریده، بهش میگن پولشو از کجا آوردی؟ ماهواره خریدی. میگه تلویزیونمو فروختم. خب آخه مشنگ کجا میخوای ببینیش اینو؟ نکن آقا. باشه حالا بس کن ببینیم چی میگه. بس کن. حاج آقا سلام علیکم. با نام و یاد امام راحل و مقام عظمای ولایت، ما بسیجیان پایگاه مقداد همین الان یک ساختمون رو در خیابان نفت میرداماد محاصره کردیم که بشقاب‌های ماهواره با LMB بالای ساختمونه. همین الان میخوایم با رمز یا یادگار امام حمله رو شروع کنیم. برادرای بسیجی متفرق نشن، همینجا وایسید. خیابون نفت؟ کجای خیابون نفت آقا جون؟ فرعی 43 مجتمع مسکونی ماهتاب. اگه بشه درخواست داشتیم شما رمز عملیات رو بگید که ما شروع کنیم. شما غلط میکنید اونجا عملیات میکنید. شما غلط میکنید اونجا. آقا تو نفت آدم عملیات میکنه. خره اونجا خونه ماست. وایسا نگیرید آقا، نبرید. میدونید من چقدر پول نصاب دادم آقا؟ قطع کن آقا جان، قطع کن. بابا نخواستیم با این برنامه مسخره همه چی ما بر فنا رفت. آقا حمله نکنید. آقا نرن اینا حمله کنن خونه. آقا زنگ بزن شما پایگاه مقداد، هر گور به گور شده هست نگید. من برم این آقا چیکار داریم میکنید شما؟